تیم پارکور بازان پسران کابل، تیمی که از چند سال بدین سو بازی های پارکور را بدون مربی، فدراسیون و یا کدام پشتیبان مالی انجام می دهد. این ورزشکاران جوان و نوجوان از سال 2010 میلادی یک تیم 10 نفری را ترتیب نموده و با دریافت راهنمایی از ویدیوها و اینترنت تمرینات خود را انجام می دهند. بازی پارکور یکی از بازی های آزاد است که دیوید بیلی، هنرمند سینمای فرانسه، آن را بنیان گذاری کرده است. این بازی با تاریخچه حدود 30 سال توانسته در تمام جهان علاقمندان زیادی داشته باشد. شاداب و امید دو تن از ورزشکاران این رشته به رادیو آزادی در مورد مشکلاتشان چنین میگویند: جایی نیست که ما حرکت بزنیم. بیتو جایی است که ما میریم، مثال بلند منزله سرعت میریم، از روی مفتیم، دست و پای ما اوگار میشه، کمک های اولیه نیست و ما وضع اقتصاد ما خراب است. یه استاد مسلکی نداریم که با ما حرکت ها را تعیین کنه، مثلا بگه که این حرکت این تو میشه. احمد جمیل شیرزاد، کپتان تیم پارکور کابل بایز یا پسران کابل، خواستهای خود را از حکومت چنین مطرح کرد: خواست ما از مقام مربوطه دولت این است که ما این ورزش پارکور را تازه آغاز کردیم، ما را حمایت کنند و بر ما خاص توجه خاص داده شود تا که ما بتانیم ورزش پارکور را بسیار زیاد پیشرفت کنیم، حرکات ادوانس کار کنیم و تمام بچه‌ها که از همین ورزش پارکور را به تمام افغانستان معرفی کنیم. در این حال داد محمد پاینده اختری، معاون کمیته ملی المپیک، در صحبت با رادیو آزادی میگوید ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان گنجایش ایجاد یک فدراسیون جدید را ندارد. کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و سپورت اقدر توانمندی و اقدر ظرفیت رشته های مختلف نداشته و نداره. همین رشته هایی که فعلا ما در چوکات تربیت بدنی و کمیته المپیک ایجاد شده و فعالیت میکنن در بخش های مختلف یا رشته های مختلف، اگر ما بگویم یا از توان امکانات تربیت بدنی و المپیک دور است، از واقعیت دور نیست. تنها پارکور نه، بلکه چندین رشته ورزشی دیگر نیز به علت نبودن گنجایش در ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تحت عنوان انجمنها و یا دیگر نامها فعالیت میکنند. پارکور نیز با وجود کمبود امکانات علاقمندان زیادی دارد و در کابل و ولایات دیگر کشور جوانان علاقمند آن می باشند.